أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از نامهای الله الرحمن می باشد. رحمان معنایش رحمتش وسیع و بیکنار می باشد. بسیار رحمتش بیکنار می باشد. برای همین فرشتگان وقتی که به الله دعا میکنند میگویند که ربنا وسعت کل شیء رحمت و علم. بار الها میگویند تمام مخلوقات هایت را رحمتت و علمت فرا گرفته است، شامل شده است. شخصایی که ایمان آوردند و استغفار کردند آنها را مورد بخشش قرار بده و آنها را از عذاب جهنم نگه دار. فرشتگان اهل ایمان را دعا می کنند ربنا وسعت کل شیء رحمت و علم. رحمت الله تمام بندگانش را، تمام مخلوقاتش را فرا گرفته است. میبینیم که کافر و مسلمان در این دنیا آسوده حالانه زندگی میکنند، با وجودی که اینکه کافر الله را عصیان میکند، کفر میورزد، اما الله به آنها رحمتش آنها را در این دنیا شامل شده است. برای همین در حدیث آمده است که اگر مؤمن عذاب الله را میدانست چگونگیش را، هرگز طمع جنت نمیکرد. میگفت الله شدید است. اگر کافر رحمت الله را میدانست چگونگی رحمت الله را، و هرگز ناامید از بهشت نمیشد. برای این ما سوره داریم که به نام الرحمن، یعنی بسیار با رحمت الله. وقتی که ابراهیم علیه السلام پدرشان را دعوت میکردند، میگفتند یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. پدر جانم، من میترسم که از جانب رحمان عذاب بر تو رسد و تو با همراهی شیطان در آتش جهنم دوست بگردی. شرک، هر شخصی که در این دنیا به الله شرک می آورد، اگرچنده که الله نامش را الرحمن گفته است، ابراهیم علیه السلام گفتند از جانب رحمان به تو عذابی برسد، شرک نبیار. اینقدر الله رحمان را تو به خشم می آوری که به تو رو عذاب می کند. برای همین الله اگر یک رحمتش را به سوی بندگانش به این دنیا فرستانده است، با این رحمت مردم به یکدیگر رحم و شفقت می کنند. حتی انس و جن و حیوانات و پرندگان به فرزندهای خود رحمت و شفقت می کند. حتی اسب پای خود را از فرزندش می گیرد تا که آسیبی نبیند. این یکی از آثارهای رحمت الله می باشد. رحمت الله، آثار رحمتهای الله را می بینیم که این نظام حیات، شب و روز و فصلها، موسمها، همش دلالت بر رحمت الله می کند. باریدن باران این رحمت الله می باشد. الله می گوید که اون رحمت الله را ببینید. در حدیث آمده است که الله گفته است ان رحمتی سبقت غضبی یا غلبت غضبی. رحمت من غضب من را سبقت کرده است یا غلبه کرده است. برای این بهشت جاویدان 8 دروازه دارد، اما جهنم 7 دروازه دارد. این دلالت میکند که رحمت الله
وسیع و بیکنار می باشد. برای همین ما قرآن رو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. ما اللهی داریم که الرحمن، رحمان به معنای بسیار رحمتش بیکنار می باشد، تمام شخص ها رو شامل می باشد. به وزنی اگر فعلان بیاید، عطشان، فعلان، غضبان، اینها غضبان بسیار با خشم می باشد، عطشان بسیار تشنه می باشد. با این وزن بیاید الرحمن، این رحمت الله بسیار بیکنار می باشد. برای من نام الرحمن را ما وقتی که وسیله میگیریم گیم بار اله یا رحمان ارحمنی، ای رحمان، ای الله رحمان، مرا مورد رحم و شفقتت قرار بده. این بود یکی از نامهای الله الرحمن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.